شخصی پرسیدن پول رئیس کار یا رئیس شرکت را خوردن گناه دارد یا خیر؟ برادری محترم، پول هر مسلمان به هر اندازه‌ای که بوده باشه، مسلمان یا غیر مسلمان، ولو کافر هم بوده باشه، به هر طریقی که انسان میخورد، طریقه نادرست، چی دزدی میکند، به زور میگیرد یا به فریب میگیرد، همه از اینها نادرست است، حرام است و گناه کبیره دارد و در تحت سرقت، فریب، خوردن مال مردم به باطل، همه از اینها شامل می شود. انسان در جایی که کار میکنه باید امین بوده باشه، آنچه که برش مقرر است و آنچه که برش تعیین شده از همون پول خود استفاده کنه. اگر در چیز دیگری برش اجازه داده میشه استفاده کنه، در غیر از او در شکی نیست که حرام است و از حرام استفاده میکنه. شخصی پرسیدن برادرم ناس میکشد و پدرم خبر نداره، آیا برای پدرم بگویم یا خیر؟ اگر بگویم او را از خانه بیرون میکند. برادری محترم، ناس میکروب است، حرامی که نهایت به بدن انسان مضر است، به دهان انسان مضر است، به دندانهای انسان مضر است. در این شکی نیست که ضرر ناس برای همه واضح و روشن است. میداند اگر برادرت به این چیز مبتلا است، پدرت خبر نداره، خودت کوشش کن که برادرت از این چیز باز بیاید و این چیز ترک کنه، ناس کشیدنه. اگر در نهایت دیدی قانع نمیشه، حتمی باید پدرت را خبر کنی، مسئول خانه است، و به قسم خبر کنی که تصرفی درست داشته باشه تا اینکه سببی نشود که از خانه بیرون شود و بیشتر گمراه و بیشتر به گناه های دیگری رو بیارد و مرتکبی گناه های دیگری شود. برادری پرسیدن از حدیثی که شخصی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و از فقر و تنگ دستی خود شکایت کرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ازدواج کن و این شخص ازدواج کرد. باز بار دیگری آمد تا 4 مرتبه را در هر مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم برش میگفت ازدواج کن و از طریق ازدواج در مرتبه اخیری زندگی دار شد و صاحب اموال شد. آیا این حدیث حقیقت دارد؟ برادری محترم، این حدیث اساسی نداره، اصلی نداره. آمده چنین قصه آمده، کدام اساسی درستی ندارد. اما در شکی نیست که ازدواج یکی از راه‌های غنا و برکت در زندگی و سرمایه می باشد. و آیت قرآن کریم در سوره نور آیت 32 الله تعالی می فرماید و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم. شما در نکاح در آورید مردانی که بی زن هستند، زنانی که بی شوهر هستند، همچنان غلامانتان و کنیزانتان، اینها را به نکاح یکدیگر در آورید. اگر فقیر بوده باشند، اینها فقیر و نادار بوده باشند، الله تعالی به فضل و مرحمت و لطف و احسانش اینها را بای می سازد. و این آیت صریح دلیل است و حقیقتا انسان در زندگیش احساس میکنه که وقتی ازدواج میکنه در ازدواج برکتی میبینه، برکتی در مالش، برکتی در اولادش، برکتی در خاندانش، همه برکات احساس میکنه و الله زندگیش بهتر میسازد. برادری پرسیدن بعد از نماز بامداد تا طلوع آفتاب در این وقت آیا خواب کردن جایز است یا خیر؟ یا اینکه انسان مشغول تلاوت قرآن و کارهای دیگری بوده باشه. برادری محترم، بعد از نماز بامداد وقتی قیمتی انسان شروع میشه، وقتی نهایت با برکت. این وقتی است که انسان در تسبیح و تهلیل، ذکر و اذکار
عبادت الله تعالی، تلاوت قرآن کریم و غیره کارهای مهم دیگرش صرف کند. الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا. الله تعالی مؤمنین را امر می کند به ذکر کردن، ذکری الله را کردن، و همچنان امر می کند به تسبیح گفتن. در چی وقت؟ بکرة و اصیلا، در وقت صبح و همچنان در وقت بیگاه. وقت صبح وقت ذکر و اذکار است، وقت تسبیح و تحلیل است. و همچنان در سوره النور الله تعالی می فرماد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم. الله تعالی امر کردن که در خانه های الله تعالی، در مساجد، نامی الله در اینجا بلند شود و مردمان صالح و نیک در مساجد الله تعالی تسبیح و تحلیل میگویند. در کدام وقت؟ بالغدو، در وقت صبح و همچنان در وقت بیگاه. مطابق این آیت هم وقت صبح وقت تسبیح و تحلیل و ذکر و اذکار و یاد الله تعالی می باشد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اللهم بارک لامتی فی بکورها، یا الله برکت بیار در صبح امتی من، در وقت صبحشان برکت بیار. برکت در عبادتشان می باشه، برکت در ذکر از کارشان، تسبیح و تحلیلشان، برکت در کارهایشان. کسایی که کارهای خود از طرف صبح شروع میکنه، کاری تجارتی است، کاری اداری است و کارهای زمین است، هر کاری دیگری که داره از طرف صبح شروع میکنه، این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای از اونها میرسد و در زندگی خود برکت احساس میکنن. گفته میشه راوی حدیث به نام سخر، این آدمی تاجر بود. بعد از شنیدن این دعا همیش کارهای خود از طرف صبح شروع میکرده، کارهای تجارتی خود و کاروان تجارتی خود از طرف صبح روان میکرده و نهایت انسان ثروتمند و زندگی دار شده. پس وقت صبح وقتی با برکتی انسان است، وقتی قیمتی است. این وقت انسان نهایت قیمت بشمارد و از این استفاده درستی در عبادت الله تعالی و در کارهای شخصیش بکند. نباید در خواب و در این شکی نیست که خواب حرام نیست. در این وقت کسی گفته نمیتونه که و خواب در این وقت حرام است، لکن نزد علمای بزرگ مکروه بوده. علمای بزرگ وقت در ذکر و اذکار و تلاوت و کارهای مهمی صرف میکردن و کسی که خواب میکرده بسیار نزدشان مکروه بوده، بد میپنداشتن. پس انسان از خوابی بعد از نماز فجر خودداری کنه، الا اگان وقتی که نهایت ضرورت داره، در غیر از او تلاش کند که این وقت در کارهای مهم و عبادت الله تعالی صرف بکند. برادری پرسیدن کافر یگان کاری خوب و بهتر را انجام میدهد، وقتی که الله تعالی از این کاری خوب و بهتری از این اگر خوشش بیاد، آیا به سببی امی کار بهترش ایره داخل جنت میکند یا خیر؟ برادر محترم، کفر مانی قبول همه اعمال است. وقتی که کافر بود هیچ عملی از او به درگاه الله تعالی قبول نمی باشه. الله تعالی می فرماید و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، کسی که به الله کفر ورزید و به الله ایمان نیاورد و از جمله لوازم ایمان به الله، ایمان به رسول الله صلی الله علیه وسلم، ایمان به روز آخرت، ایمان به کتاب‌های آسمانی و همچنان ایمان به ملائک و ایمان به روز آخرت، ایمان به تقدیر خیر و شر، همه از اینها به اینها که ایمان نداشت، الله تعالی
اعمال از او را از بین میبرد. اعمال از او همه تباه و برباد می شود و هیچ فایده‌ای برش نمی رساند. و همچنان الله تعالی خطاب با پیامبرش می فرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر به الله شرک آوردی، شرک ورزیدی، الله تعالی به یقین همه اعمال تو را از بین می برد و از جمله زیانکاران می باشی و اهل تاوان می باشی. پس کفر مانی که کفر و شرک هر دو مانی قبول اعمال است. وقتی شخصی کافر بود، مشرک بود، عملی از او به درگاه الله تعالی قبول نمی باشه، اگرچه اعمال بهتری انجام بدهد.